وکالتدار عاید به حقوق انسان در گزارش سالانه‌اش نوشته است که سال 2024 توقیفگاه یا بازداشتگاه‌های موقتی وزارت کارهای داخلی را در ناحیه‌های درواز، ونج، اشکاشه، مسجاه و اش سنجیدند. به گزارش وکالتدار، یک مشکل اساسی در بازداشتگاه وزارت کارهای داخلی با غذا تامین نگردیدن دستگیر شده ها می باشد و بازداشت شدگان از حساب خویشاوندانشان با غذا تامین کرده می شوند. منبع میگوید که دستگیر شده هایی که از راه دور هستند از حساب شخصی کارمندان توقیفگاه ها با غذا تامین می‌گردند. وکالتدار از قبل مسئولین بازداشتگاه ها نوشته است که در روی خط یا سمت خراجات وزارت کارهای داخلی برای تامین بازداشت شده ها با غذا مبلغ پیش بینی نشده است. مطابق قانونگذاری تاجیکستان در بازداشتگاه‌های موقتی باید برای بازداشت شده ها خوراک رایگان که برای نگاه داشتن سلامتی و توانایی کفایت می‌کند داده شود. واکنش وزارت کارهای داخلی به گزارش امبودسمن فعلا معلوم نیست. در دفتر مطبوعات وزارت به زنگ‌های خبرنگاری رادیوی آزادی پاسخ ندادند. طبق اطلاع رسمی در تاجیکستان 65 توقیفگاه موقتی وزارت کارهای داخلی عمل می‌کنند. نمایندگان وزارت به وکالتدار عاید به حقوق انسان گفتند سال 2024 زیاد از نصف توقیفگاه‌ها را تعمیر کردند. دستگیر شده‌ها تا انتقال به بازداشتگاه موقت یا سزا در بازداشتگاه موقتی وزارت کارهای داخلی نگاه داشته می‌شوند. اما فقط بازداشتگاه‌های موقتی وزارت کارهای داخلی نیستند که از سوی وکالتدار عاید به حقوق انسان تنقید شدیدند. در گزارش امبودسمن آمده است بینای بازداشتگاه موقتی سرریاست اجرای جزای جنایتی در شهر استرافشان کهنه و فرسوده است. در این زمان وکالتدار عاید به حقوق انسان نوشته است که وضع نگهداری دستگیر شدگان در مؤسسه‌های پوشیده و قسماً پوشیده رو به بهبودی آورده است. حامیان حقوق بارها درخواست کردند که مقامات برای تامین شفافیت آنها را به بازداشتگاه موقتی راه بدهند. مولا رجب یوسفی، امیر سایف، آزادی دوشنبه.